به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد، السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. در سفره‌های طعام غذای بدن است، غذای جسم است، اما در سفره قرآن غذای روح و روان است. بیایید این لحظه ها در سفره قرآن باشیم تا روح و روان تشنه خود را اندکی سیراب نماییم. در قرآن عظیم الشأن در سوره آل عمران آیه هست که راهی رسیدن به منزله های بلند جنت، راهی رسیدن به تقوا، راهی رسیدن به کمال ایمان را بیان کرده است. این آیت در مورد خرج مال در راه خداست. اما پیش از تلاوت و ترجمه و بیان معنای این آیه شایسته است تا دانیم که مال دو نوع است. مالی هست که در خدمت صاحبش است و مالی هست که صاحبش خادم آن است. البته شخص عاقل نباید اجازت دهد که مال او را خادم سازد، غلام خود سازد، بلکه می باید او سید پیشوا و مال در خدمت او باشد. چه بسا کسان زیادی هستند که متاسفانه خادم مال گشتند. برای مال غلام مطیع هستند که مال هرچی امر کند اجرا می کنند. به چون و چرا. برای رسیدن به مال به چه کارها دست می زنند. برای رسیدن به مال چه حقوقی را پایمال می کنند. چه پیوندهای خویشی را کنده می سازند. چه وظیفه های زیادی بندگی را ضایع می سازند. باید دانست که غلام شدن بر مال مذلت است، اما غلام سازی مال عزت و کرامت است. علامه اقبال در این مورد چه خوب فرموده: مال را گر بهر دین باشی حمول، نعم مال صالح گوید رسول. گر نداری تو در این حکمت نظر، تو غلام و خواجه تو سیم و زر. این چنین باید دانست که صاحب مال را روز آخرت، روز حساب، دو سوال پرسیده می شود. سوال نخست آن را از کدام راه به دست آوردی و سوال دوم این مال را در کجا خرج کردی. این چنین باید دانست که مال در دو جای می تواند قرار گیرد، یا در جیب و یا در قلب. اگر مال در جیب باشد، در دست باشد، بخیر است، خرج آن آسان است. اما در قلب اگر جای گیرد، برآوردن آن دشوار می گردد. خاصتا وقتا مزاحم ایمان و تقوا شود، مزاحم محبت خدا، مزاحم اندیشه روز آخرت شود. همه افکار، همه اندیشه انسان را مال و درآمد مال و جمع مال اگر فرا گیرد، کار انسان دشوار می شود. مالداران و ثروتمندان نیز دو نوعند. بعضی مالداران هستند که تنها در دنیا مال دارند و در آخرت فقیر تهی هستند. اما عده از مالداران هم اینجا مال دارند و هم در آخرت ثروتمند و دولتمند هستند. یعنی اینجا قسمت مال خود را خرج خود کردند، نیازهای خود را برآورده کردند، از نعمتهای حلال خدا استفاده کردند، شکر آن به جا آوردند. عین زمان یک قسمت آن را خرج راه خدا کردند، یعنی در نزد خدا، در پیش خدا برای خود جمع کردند. در اینجا نیز ثروت دارند و در آنجا نیز ثروت خواهند داشت. یعنی هم جیبشان پر از پول و مال بوده، هم قلبشان پر از ایمان. مالدار و ثروتمندی که با پر بودن جیبش از مال، قلبش نیز پر از ایمان است، هنگام مال و ثروت خود را ببیند، اقتدا به سلیمان نبی علیه السلام میگوید: هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید، تا مرا سنجش کند. این مال را برای امتحان من داده. پیش از من این مال دست کسی دیگر بوده و بعد رفتن من باز به دست کسی دیگر می افتد. حالا که در دست من است، مرا آزمایش می کند. هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این از فضل پروردگار من است میگوید. اعتراف به فضل مولای خود می کند. برای آزمایش به من داده شده که آیا شکرگزاری می کنم، خداوند را سپاس می گویم، حق این مال را ادا می کنم، و یا اینکه بنده ناسپاس می شوم. مالداری که قلبی بیدار داشته باشد چنین مناسبت می کند با مال، مال را چنین نگاه می کند. اما مالداری که جیبش غنی اما قلبش فقیر است، فکرش فقیر است، اندیشش فقیر است، چون مال و ثروت خود ببیند، همچون قارون میگوید: انما اوتیته علی علم عندی. این مال و ثروت را بر اساسی که من دانش دارم، من سزاوار هستم، به من داده شده. نه من به زحمت خودم جمع کردم. چرا به کسی
از این حق پرداخت کنم. پس دوستان گرامی، بیایید روی آن آیه که به آن اشاره شد تأمل نماییم و ببینیم که خداوند عزوجل در قرآن کریم در مورد خرج مال و چگونه خرج کردن مال و کدام نوع مال را خرج کردن چی گفته. آفریدگار آدم و عالم، صاحب خزینه های آسمان ها و زمین، بخشنده مال و ثروت و دارایی بر مردم، الله جل جلاله در سوره آل عمران می‌فرماید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. ای مؤمنان، هیچگاه به جنت نمی رسید مگر آنگاه که از مالهای دوست داشته اتان خرج کنید و هر آن چیزی که خرج میکنید صرف نظر کم باشد یا زیاد باشد فإن الله به علیم، خداوند به آن داننده است، آن را میداند، ثبت میکند، مکافات آن را، پاداش آن را خواهد داد. حتی تنفقوا مما تحبون، روی این جمله دوستان عزیز تأمل نماییم. مگر آنگاه که از چیزهای دوست داشته اتان خرج کنید. شاید کسانی باشند که چون میخواهند خرج کنند، صدقه کنند، نیازمندی را دستی کمک دراز کنند، از مال و داراییشان یک چیزی شکسته، چیزی که دارای نقصان و عیب است شاید جدا کنند تا صدقه کنند. درست از هر نوع مال صدقه کردنش ثواب است و اجر دارد، اما مؤمن صادق، مؤمنی که این آیه او را خطاب می کند و درجه بلند جنت می خواهد، به کمال ایمان و تقوا، به منزله ابرار نکوکاران می خواهد رسد، آن نفر است که از مالش از همه محبوب دلش را برای خدا تقدیم می کند و می داند که این مقدار چیزی که برای فقیر، برای نیازمند، برای راه خدا جدا کرده ظاهرا و شکلا به کسی می دهد، اما به حقیقت حال مال خودش است، برای خودش فرستاده که در آخرت ثواب آن را، مکافات آن را به مراتب زیاد باز به دست می آورد. ثروت خودش است که در خزینه خدا آن را می خواهد جمع کند. بنابراین محبوب دلش را از همه چیز نفیس و قیمت و ارزشمند خود را برای این راه جدا می کند. مثل ابو طلحه انصاری رضی الله عنه که محبوب ترین، دوست داشته ترین مالش را برای خدا جدا کرد، برای خودش جدا کرد. البته به حقیقت چون به وعده خدا یقین داشت. از صدقت و برهان میگه حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله میگن صدقه کردن دلیلی صداقت ایمان است، دلیلی راستین بودن ایمان شخص است، چون که یقین دارد که پاداش آن را از خداوند خواهد گرفت. ابو طلحه انصاری چی کرد؟ امام بخاری و امام مسلم روایت کردند از انس بن مالک که ابو طلحه انصاری از ثروتمندترین شخصان اهل مدینه بود، از انصاریان، و محبوب ترین مال او بیروحا، باغی بود، نخلستانی بود که در روبروی مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار داشت و فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گاه گاه وارد این باغ می شدند، از چشمه آن می نوشیدند و از خرمای آن تناول می کردند. خوب چون این آیه وقتا نازل شد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ابو طلحه شنید که خداوند میگوید آنگاه به درجه های بلند جنت، به کمال ایمان، به کمال تقوا می رسید که از چیزهای محبوب ترینتان خرج کنید، صدقه کنید. چون این آیه شنید نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و فرمود ای فرستاده خدا، خداوند چنین میگوید؟ گفتن بله. گفتن محبوب ترین مال من همین بیروحاست، همین باغ من است و این شما شاهد باشید که در راه خدا این را بخشیدم. شما هر کجا آن را میگذارید تصمیم بگیرید، در اختیار شما. پیامبر صلی الله علیه و سلم چون گفته ابو طلحه را شنید خوشحال شدند و به او تحسین گفتند، فرمودند بخین ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. به به، چه بسا مال سودمنده، چه بسا مال سودمنده. اگر مال باشد چنین مال باشد، چنین مالی باشد که صاحبش در حیاتش آن را ذخیره آخرت خود سازد. چه بسا مال سودمنده. گفتن باشد، آفرینت، تحسین بر تو، شنیدم، اما پیشنهاد من این که آن را میان خویشاوندانت تقسیم کنی، به خویشاوندان خود، به پسر عمک‌هایت تقسیمش کنی تا هم صدقه شود و هم پیوند خویشی، صله رحم شود.
ابو طلحه گفت چشم باشد ای فرستاده خدا و آن را میان خویشاوندانش تقسیم کرد. امام محمد ابن حسمی المخزومی در کتاب خود اخبار المدینه آورده که از جمله کسانی که به آنان نصیب از این باغ رسید خویشاوندان ابو طلحه بودند. ابی ابن کعب بود و حسان ابن ثابت شاعر پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینچنین شداد ابن اوس و نبیت ابن جابر و دیگرانی که حسان ابن ثابت حصه خود را بعداً به حضرت معاویه به قیمت 100,000 درهم فروخت. یعنی تنها حسان ابن ثابت حصه خود را از این باغ، از باغ ابو طلحه، به 100,000 درهم فروخت. تصور کنید که اون باغ به جملگی کاملا چقدر ارزش بزرگ داشته. بله دوستان گرامی، مناسبت یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم با قرآن چنین بود. همین که آیه از قرآن به آنها نازل می شد، همین که خطاب پروردگارشان را می شنیدند، در حال پی تطبیق آن می شدند، به شتاب آن را عملی می نمودند. اینچنین امام سعید بن منصور از محمد بن المنکدر روایت کرده که چون این آیه به زید بن حارثه رسید، اسبی داشت خیلی اسب نفیس و ارزشمند که نامش سبل بود. آورد این اسب را نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و گفتند شاهد باشید که این محبوب ترین مال من این است و این را من صدقه کردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم اسب را به پسرش اسامه داد. البته نفاست و محبوب بودن مال از کسی تا کسی دیگر فرق میکند. نفری هست که خدا به او ثروت و دولتمندی داده، عزیزترین و محبوبترین مالش شاید 200,000 ارزش دارد، اما نفری میانه حالی هست که محبوبترین مالش 1000 سوم قیمت دارد. وابسته به حالت قلب و محبوبیت همان چیزی خرج شده در نزد صاحبش است. به امید شناخت حقیقت مال و مالداری و به امید خالصانه پذیرفته گشتن انفاق و صدقه ها. خدا یارد.